ассалому алайкум шогирдони азиз, шурӯъ мекунем навъузуи навбатиро. Имлои садонокҳо ва ҳамсадоҳо. Имлои садоноки ӯ ва ӯ. Садоноки ӯ, садоноки ӯ дар калимаҳои забони тоҷикӣ дар ҳамаи мавоқиъҳо навишта мешавад. ҳам аввал, ҳам мобайн, аввал, миёна, охир. Дар аввал, мисол, калимаи умр, калимаи устод. хуб, дар миёна, калимаи суруд, калимаи дуруд. хуб, дар охир, калимаи бону, зону, оҳу. боз дигар калимаҳои низ ҳастанд. хуб, ва садоноки ӯ бошад. садоноки ӯ. дар аввал, миёна, охир. Садоноки ӯ дар аввали калимаҳои забони тоҷикӣ намеояд. хоси калимаҳои туркимуғулӣ мебошад дар аввал омадан. хоси калимаҳои туркимуғулӣ мебошад. мисол, калимаи ӯзбек, калимаи ӯрдак, калимаи ӯсма. дар аввал омадан хоси калимаҳои забони тоҷикӣ нест, танҳо хоси калимаҳои туркӣ ва муғулӣ мебошад. хуб, дар миёна меояд, ҳатман меояд калимаи рӯз, калимаи гӯш. боз дигар мисолҳо низ ҳастанд. дар охир мисол мо дорем калимаи рӯй, калимаи рӯй, ки дар ҳамин ҷо ҳарфи ёд, ҳамсадои ёд, аз лиҳозе ки сомити ноустувор аст, ҳамсадои ноустувор аст. ноустувор ба маъное ки яъне суст талаффуз мешавад. имконият дорад ки дар талаффузшавӣ аз калима афтад. мисол, рӯй, рӯ, мӯй, мӯ, сӯй, сӯ. дар охир фақат танҳо ва танҳо ба ҳамин калимаҳо мисол оварда метавонем. тамом. рӯй, рӯ, мӯй, мӯ. хуб, мо бори охирине ки имлои забони тоҷикӣ иваз карда шуд. моҳи июни соли 2021. мисол, садоноки ӯ пеш аз ҳамсадои сакта навишта намешавад. истисно низ надорад. мисол, дар гузашта имлои соли 2011 якчанд истисно дошт. ба монанди калимаи мавзӯъ буд, калимаи тулӯъ буд, калимаи шурӯъ буд, калимаи нумӯъ буд, ки пеш аз ҳарфи сакта дар ҳамин калимаҳо ҳарфи ӯи дароз навишта мешуд.
اما در املای 2021 از کلمه موضوع، از کلمه طلوع، از کلمه شروع، از کلمه نمو، از استثناها نیز حرف اوی دراز رو برداشتم. در این حال نیز نوشته نمیشود. شکل درستی نوشته کلمه موضوع با اوی عادی است، یعنی دیگر نمیآید. حرف اوی دراز پیش از میان نمیآید. خب پیش از همصدایی ه نمی آید، نمی آید، نمی آید، اما استثنا دارد. یک چند کلمه هستند که در بقاعده رو یاد نمیکنن. مثال هست کلمه گوره، شوکه، کلمه که، کلمه انبه و کلمه انده که در این کلمه ها پیش از حرف ه اوی دراز نوشته می شود و در کلمه توفه، در کلمه نو، در کلمه مهره، در کلمه سهراب، در اینها حرف ه نوشته نمی شود. اگر بگیم که ما با خیلی فهمیم که در کدام کلمه ها پیش از حرف اوی دراز نوشته می شود، شما همین استثنا ها رو ازت کنید، باقی مانده تمام. استثنا کدام؟ گروه بود، شگوه بود، کوه بود، اندوه بود، انبوه. دیگر در دل خود کلمه‌ای که پیش از حرف ه اوی دراز می‌بینید شما، در اونها حرف اوی عادی نوشته می‌شود، حرف اوی دراز نوشته نمی‌شود. این بود املا درباره صدانوک او و ا. خب املای صدانوک ا. صدانوک ا اول، میانه، آخر. خب صدانوک ا در اول کلمه زبان تاجیکی نوشته می شود. مثال به مانند ا لک، ا تی روم. باز یعنی مثال ها وجود دارن. خب اما در میانه و آخر با آن همین شکل، با آن همین شکل نوشته نمی شود. در میانه با شکلی یه نوشته می شود. مثال خب در میانه در شکل ا نوشته نمی شود. در آخر نیز با آن همین شکلش نوشته نمی شود. در میانه گفتیم میانه با آخر با کدام شکل نوشته می شود؟ با شکلی یه نوشته می شود. مثال کلمه سه، کلمه ز با. خب در آخر باشد با شکلی نوشته نمیشه، بار دیگر میگیم فقط با شکلی همینش نوشته میشود. تمام. خب در آخر مثال با شکلی یه نوشته میشود. انا با ل او ر و ل در آخر با شکلی یه نویسنده می شود. و در میانه و در آخر در اولی کلمه های زبانی تاجیکی گفتیم نمی آید. تنها خاصی کلمه های اروپایی است. اروپایی. شاید بعضی از خواننده ها در ذهنشان سوال بیاد که کلمه با احترام این در میانه دارد که حرف ا در میانه کلمه است، که کلمه سیم ایلک که حرف ا در میانه آمده است. خب یعنی در اول گفتن ما در نظر داریم اولین حرفی ریشه کلمه، اولین. اگر ما کلمه به احترام رو با احترام رو با جزا جدا کنیم، با می شود پیشوان، احترام می شود ریشه، که اولین حرفی همین ریشه کلمه ما رو حرف ا تشکیل می دهد. در میانه و در آخر
نمیآید هیچگاه. استثنا نیز ندارد. در میانه و در آخر آمدن با این شکل تنها خاص کلمه های اروپایی، خاص کلمه های زبان تاجیکی نیست. خب املای 109 ای عادی. اول و میانه میآید. در کلمه زبان تاجیکی حرفی هایی در اول در میانه میآید. مثال کلمه امتحان، استفاده. امتحان، استفاده. خب این سه حالت دیگر فقط در اخیر میاد. میگم که آخری چی؟ در آخری اسم های اقتباسی خاص. یا در آخری اسم های اقتباسی خاص، یعنی اسم های خاص با حرف کلان نوشته میشن. و مانند کلمه سوچی، کلمه تبلیسی. کلمه سوچی، کلمه تبلیسی. خب شاید در ذهن خانه سوال بمیاد که کلمه تاکسی کلمه اقتباسی است، ای دراز دارد کو؟ کلمه تاکسی یعنی کلمه طفلی کلمه اقتباسی است اما ای دراز دارد کو؟ ما در اینجا چی گفتیم؟ گفتیم اسم های اقتباسی که چگونه باید باشن؟ خاص باشن. یعنی اسمی خاص گفتن اون اسم هایی را میگن که با حرف کلان نوشته میشن دائم همیشه. خب حالت سوم در آخری پیشایندها پیوندک ها حصه‌چه ها و جانشین ها می آید. خب مثال میاریم پیشاینده قدی. در بالای این پیشاینده می نویسیم مثالش. مثال کلمه پیشی، پیشاینده های نومی. نزدی، روی، بالایی، پیشی، پسی، غیری، تگی، زیری. این میشوند پیشاینده ها. در آخر پیشاینده ها ای او دی نوشته میشود. پیوندک ها اگر چی زیرا کی بل کی. حصه‌چه ها قطعی مثال میاریم. خب حصه‌چه ای یه مثالش در پایین خودش نویسیم چون که جو هست. کاش کی نه خود کی که در آخری حصه‌چه ها نیست. کدام نوعی ای نوشته میشود؟ ای عادی نوشته میشود. بسیار از حالت‌ها ما تلفظ میکنیم کلمه کاشکی یا که کلمه نخود کی یا که کلمه اگرچی یا که کلمه زیرو کی یا که کلمه پیشی یا که کلمه نزدی در دستگاه گفتار حس میکنیم که در همینجا ای دراز نوشته میشود. تری مشاهده میکنیم گویا همتری حس میکنیم اما چنین نیست. موافق املا در این کلمه ها پیشویند ها، پیوندک ها، حصه‌چه ها و جانشین ها حرف ای دراز نویسنده نمیشود. و همچنین جانشین ها که در جانشین فقط دو دانه مثال وجود دارد. همین تغییرات نیست در املای سال 2021 شدگی است. مثال ما دانه جانشینی
تعیینی هر کی که در گذشته پیش از املای 2021 این درازش بود. در همین املای 2021 این درازه گفتن از این کلمه هر کی و جانشینی هر چی. تمام. در آخر پیشوندها حرف ای اودی نوشته می شود. در آخر پیوندک حرف ای اودی نوشته می شود. در آخر حصه ها ای اودی نوشته می شود. در آخر جانشین ها فقط دو دانه جانشین تعیینی هر کی هر چی ای اودی نوشته می شود. خب دیگرش هم چون بندکی اضافی همچون بندکی اضافی عباره می سازد. عباره می سازد. مثال همچون بندکی اضافی عباره می سازد. در علاقه اضافی اشتراک میکنه. وقتی که دو کلمه رو با هم دیگر علاقه میگن در بین دو کلمه مستقل منو بندکی اضافی میآید، این علاقه رو میگن علاقه اضافی. مثال ما می نویسیم که کلمه خانه و می نویسیم کلمه کلان. کلمه خانه و کلمه کلان. در اینجا کلمه خانه با کلمه کلان علاقه‌مندی ندارن عینی حال. وقتی که ما در بین دو کلمه بندک اضافی رو میآوریم، خانه ای کلان، بین این دو کلمه علاقه‌مندی پیدا شد. کلمه کلان علامت خانه رو نشان داده است که خانه چگونه است؟ خانه کلان است. یکی از وظیفه‌های دیگری حرف ایادی همین است که همچون بندک اضافی عباره می‌سازد. یکم در اول و میانه کلمه زبان تاجیکی میآید. امتحان استفاده باز مثال‌ها هستن. خب در آخر اسم‌های اقتباسی خاص میان گفتیم. سوم در آخر پیشوندها، پیوندک‌ها، حصه‌چه‌ها و جانشین‌ها میآید. چهارم همچون بندک اضافی چیکار میکند؟ عباره می‌سازد. این بود املای صدانوکی ای. خب املای همصدایی سکته. املای همصدایی سکته همین است که این همصدا در بین دو صدانو نوشته نمی شود. نوشته نمی شود. خب اما استثناء دارد. استثناء و استثناء فقط تنها دو کلمه داخل می شود. کلمه فعال و کلمه تعیین. کلمه فعال و کلمه تعیین. کلمه فعال و کلمه تعیین. این مثال ها در مرکز ملی هستند. فقط دقت دادید. دقت دهید که تنها در همین دو کلمه، در کلمه فعال و کلمه تعیین، در مابین دو صدانو حرف سکته نوشته می شود. هم در دیگر حالات ها حرف سکته نوشته نمی شود. مثال در اینجا آوریم که موضوعی درس. در این شکل نوشتن عباره الکی غلط است. برای اون غلط است که حرف سکته در کجا آمد؟ در مابین دو دانه صدانو و صدانوکی او و صدانوکی ای. در این حالت حرف سکته نوشته نمیشود. شکل درستش می شود موضوعی درس. فقط در دو کلمه، در کلمه فعال و کلمه تعیین، نوشتن همصدای سکته درست است. تمام. شاید همین گونه عجیب شود برای خواننده که
چرا در دیگر کلمات نوشتنش ممکن نبوده است؟ در این کلمات نوشتنش ممکن است، چون که در دستگاه گفتاری ما در تلفظ همین کلمه فعال و کلمه تعیین حرف سکته که خاص زبان عربی است، حرف عین، یعنی در دستگاه گفتار روشن تلفظ می شود. قابلیت تلفظش به نهایت روشن است، به نهایت واضح است، به نهایت فهم است. از همین لحاظ در با استثنا تنها همین کلمه داخل شد، تمام. در دیگه حالات دیگه کلمه ها رو وارد نکردم به استثنا، تنها فقط دو کلمه فعال و کلمه تعیین. او دیگه کلمات باشه حرف سکته روشن واضح که تلفظ نمی شود. از همین لحاظ گفتن که در این دیگر کلمه ها حرف سکته نوشته نمی شود در مباینه 109، فقط و فقط تنها و تنها نوشته می شود در کلمه فعال و کلمه تعیین. استثناء همین ها هستند. این بود موضوع امروزه ما. املای حرف ای دراز رو درس آینده به پرگی خواهیم گفت. تشکر با دقتتان شاگردان عزیز.